سلام عرض میکنم خدمت همگی شما دوستان عزیز به کانال آشپزی با آیناز خوش آمدین. امروز مایم یک دونه کیکی درست کنم و خواستم این ویدیو رو به اشتراک بگذارم که شما دوستان عزیزم اگه دوست دارین از این مدل کیک برای خود درست کنید. همین رقم که میبینین 4 دانه تخم مرغ با یه آردی که پهینی و نوشته یونیورسال و کمک شیر و دیگه روغن و گلاب و همچنین یک لیوانم شکر، 2 دونه بیکینگ پودر برداشتم و همچنین 2 دونه وانیل. و همیشه وانیل و بیکینگ پودر از فروشگاه لیدل میگیرم به خاطر که هم کیفیتی خوبه و هم قیمتی مناسبه. همگی ما و شما از این لیوانای کلان به خونه داریم و پیمانه رو هم از این لیوانا انتخاب کردم به خاطر که برای شما آسان تر باشه. خب اول 4 دانه تخم مرغ رو میندازیم داخل کاسه و 1 دونه لیوان هم شکر میریزونیم، بعدا 2 دونه وانیل میندازونیم به خاطر که تخم مرغ بوی سعی داره و این بوی از بین میبره. با این همزن دستی مینا خوب هم میزنم تا که رنگ تخم مرغ ما عوض بشه. مینا چند دقیقه هم میزنم تا کمک رنگ مواد ما عوض بشه. خب بعد از چند دقیقه که هم زدم همین رقم که میبینیم هم رنگی و روشن شد. بعد از اون نصف لیوان روغن اضافه میکنم و باز دوباره هم میزنم. و باز نوبت شیره، 1 لیوان پر برای شیر اضافه میکنم و باز دوباره هم میزنم. بهتره که وقتی شیر اضافه کردیم درجه همزن شما کم باشه به خاطری که نپره رو دیوارا. بعدا نوبت بیکینگ پودر، من از اینا 1 و نصف ریختم و اگه 2 دونه هم بریزونین هیچ مشکلی نداره. حالا نوبت آردا ما شده به خاطر که بیتر شما واضح تر ببینین. همین رقم که میبینین 2 لیوان آرد ریختم که به این پیمانه ها که اگه خواسته باشیم اندازه هر لیوان نگاه کنین 300 گرم آرد داخل هر لیوان جا میشه. شما که به گرم اندازه گیری میکنین 300 گرم یعنی که 2 لیوان 600 گرم آرد به داخل این کیک ما استفاده شده. اگه برای شما بیت گرم و اینها سخت هسته پس بهترینه که برای 1 لیوان انتخاب کنیم و از همون لیوان برای 1 پیمانه درست کنیم. طبق همین پیمانه‌ای که برای شما گفتم و همین مقدار آرد و شکر و شیر و روغن اینا اضافه کنیم و همین رقم موادی به دست میاد که میتونین غلظت مواد در تماشا کنین. مواد باید دقیق به همین صورت در بیایه. خب از این کاغذ ور میدارم و به داخل ظرف هایی که قرار کیک بریزونم میگذارم. این کاغذ ها همه فروشگاه ها دارن به 2 مدل. یکی مدلی که میگرفتم 30 دونه داخل همین کارتونه و 1 مدل دیگه هم هست که ایت مترونیه، خودتون باید همون اندازه که مایه قیچی کنه. خب این مواد میریزم به داخل ظرف. فرما هم که از قبل داغ شده بود اینا رو میریزم داخل ظرف و میگذارم داخل فر تا پخته بشه. قبل از اینکه داخل فر بگذاریم این رقم 1 تکونه بدین تا که همه مواد مرتب بشه. خب بعد از اینکه کیک گذاشتم درجه حرارت رو 180 میارم تا کیک ما آروم آروم پخته بشه. تا کیک ما پخته میشه ما کم کم خامه رم درست میکنین و میگذارین داخل یخچال. اینها مواد اینه که برای آماده کردن خامه لازمه. من شیرای 30% از فروشگاه بیلا گرفتم و این قیفارم از فروشگاه اکسیون و یا اکشن و این خامرم از فروشگاه لیدل. خب اول ما پودر قند خود میریزونیم. حالا از کارتونی هم به شما فیلم گرفتم نشون میدم. بعدا 3 دانه وانیل میریزونم به خاطری که خوش‌طعم و خوشبو بشه. خب این هم کارتون پودر قند که 1 لیوان اول ریختم بهشون نشون میدم که همه فروشگاه ها دارن، میتونیم خریداری کنیم.
این هم کارتونینه. بعدا از این سنشتیف ریختم. اینا رو میتونیم از همه فروشگاه ها بخریم، ولی من از فروشگاه لیدل گرفتم که خیلی مهمه به وقت درست کردن خامه حتما از این سنشتیف بزنید. خب از این خامه هم نصف میریزونم داخل این ظرف و بعدا این شیرایی که درصدی بالایی داره یا همون سرشیر از اینا میریزونم داخلی و بعدا همزن روشن میکنم و اینا رو خوب هم میزنم. بعد از چند دقیقه همین رقم که میبینین خامه ما آمادیه و باید بگذارم داخل یخچال. خب سریر میبندم و میگذارم داخل یخچال. کیک مام همین رقم که میبینین پخته شده و او را از داخل فریزر میدارم. یک چند دقیقه میگذارم تا یخ بشه و بعد از اینکه یخ شد او با چاقو نصف میکنم. همین رقم که میبینین یک بافت خیلی خوبی به دست آمده. کیک اسفنجی درست شده. خب من کم کم رو کیک برش میدم و همگی ور میدارم با چاقو. بعدا میرم سراغ این مواد ما که قبل از خامه زدن به روی کیک استفاده میکنم که شامل 2 قاشق عسل و نصف خیلی کم آب و همچنین گلاب. خب مینا یک چند دقیقه هم میزنم تا که همه عسلا با گلاب و آب قاطی بشه. بعدا میام این موزار وا میکنم و همین رقم که میبینین اینا رو نازک حلقه میکنم بخاطر که به وسط کیک اینا رو مایم بگذارم. بعد از اینکه موزارم آماده شد خامه را از داخل یخچال ور میدارم. خب می قیفار وا میکنم و داخل خامه میریزونم و اگه شما دوست داشته باشین که خامه رنگی داشته باشین میتونیم از این رنگی که به شما نشون میدم برای خود خریداری کنیم و رنگ خامه خود عوض کنیم. این هم رنگ کیک مانه. من این کاملا خالی میکنم به داخل این ظرف و یک کمی هم میزنم و به داخل قیف میکنم و میگذارم فعلا به داخل یخچال. شما میتونین هر رنگ استفاده کنین، رنگ روی کیک به دلخواه. خب من کم کیک ما بگذارم به روی این ظرفی که قبلا آماده کردم. این مواد دارن که قبل آماده کرده بودم کمک آب بود، گلاب بود و عسل. میریزنم به روی کیک تا کیک ما کمک نرم بشه. زیاد نمیریزنم به خاطر که نمایم بافت کیک ما از بین بره و خیلی ملایم بشه. حالا از این خامه که آماده کرده بودم به روی کیک میزنم. حالا نوبت این موزاییه که بچینم. شما میتونیم از این مدل کیک ها درست کنیم. همین رقم که دیدین روشی و خیلی آسان و راحت بود. میتونیم بر تولد بچه ها و یا هر مناسبتی به همین طریق آماده کنیم. خب حالا یک نصف کیک دیگه ما میگذارم به روی و همین رقم که دیدین کیک مکلون بود و از وسط نصف کردم خود چاقو. قبل از اینکه خامه استفاده کنم از همون مواد باز دوباره به روی کیک هم استفاده میکنم تا کمک نرم بشه و بعدا شروع میکنم به خامه کشیدن روی کیک. خب کیک ما آماده شد. شما میتونین به هر مدل روی رو تزیین کنین و یا هر طرحی که دوست داشتین روی بندازین. این هم از کیک آسان و راحت ما که میتونین شما به هر مناسبتی از این استفاده کنین. خوشحال میشم کانال ما لایک و سابسکرایب کنین.